بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و درس امروزه ما ادغام متقاربین، ادغام حرف‌های به یکدیگر قریب یعنی نزدیک. حرف‌های متقاربین آن حرف‌هایی میباشند که در مخرج و صفت یا مخرج بدون صفت و یا صفت بدون مخرج به یکدیگر قریب میباشند. این حرف‌ها به دو گروه تقسیم میشوند. یکم حرف لام و حرف را که مخرج آنها نزدیک است و دوم حرف کف و حرف قاف، مخرج اینها نیز نزدیک است. تعریف ادغام متقاربین: اگر دو حرفی به یکدیگر نزدیک که یکمش به حرکت باشد و دویمش با حرکت روبرو آیند، حرف یکم به حرف دویم ادغام کرده می شود. مثال ها: قر ربی. ببینید دوستان، حرف لام و حرف را با یکدیگر روبرو شدند و حرف لام را به حرف را ادغام کرده خوندیم. قر ربی. دویم نخلقکم. در اینجا نیز دو حرفی در مخرج با همدیگر نزدیک، حرف قاف و حرف کف روبرو شدند. حرف قاف را به حرف کف ادغام کرده خوندیم. نخلقکم. اگر نخلقکم خوانیم خطا است، یا اگر قل ربی خوانیم خطا است. به این سبب ادغام میکنیم. قر ربی نخلقکم. علامت های قرآنی ادغام متقاربین اینها می باشند. یکم، حرف یکم ساکنش ظاهر نیست، حرف دویم با تشدید آمده است. ببینید دوستان، حرف یکم ساکنش ظاهر نیست و حرف دویم باشد با تشدید آمده است و این گروه حرف ها را از یاد باید کرد: لام و را، قاف و کف. سپارش: قاعده های ادغام متقاربین را در آیت های زیر یابید. بسم الله الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. در اینجا ببینید دوستان، وقل ربی بعد از حرف لام حرف را آمد و حرف لام را به حرف را ادغام کرده خوندیم. علامت های قرآنیش در بالای حرف لام سکون نیست و حرف را باشد با تشدید آمده است. وقل ربی. و مثال دوم: الم نخلقکم من ماء مهین. در اینجا دوستان نخلقکم بعد از حرف قاف حرف کف آمد، حرف قاف را به حرف کف ادغام کرده خواندیم. علامت های قرآنی: حرف قاف به حرکت است و حرف کف باشد با تشدید و چنین روبرو شدن حرف قاف و حرف کف در قرآن تنها در یک جا در سوره مرسلات آیت 20 آمده است. سوال ها برای سنجش: یکم، ادغام متقاربین را شرح دهید. دوم، حرف های ادغام متقاربین به چند قسم تقسیم می شوند و آنها کدام هایند؟ سیوم، علامت های قرآنی ادغام متقاربین کدام هایند؟ وظیفه خانگی: از آیت 20 تا 24 سوره مرسلات را در دفتر نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری کنید. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.